برست، پدر و مادر احترام کن، دعاشو بگیر. روزی میروند والله قامتت میشکنه، خانت به نور میشود، تاریک میشود زندگی. خیلی حیات دیگرگون تغییر مییابه، بی سرپوشه میمانی. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی. خانه را نور اگر بود زی رخسار تو بود، ای چراغ دل من از چی تو خاموش شدی؟ بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل با یک تاری سفید موی مادر. برادری بزرگوار به قدرش برس که نمی آبیش. والله قسم ده آرزو مثل من برین می سوزی، می خواهی که یک بار پیداش کنی ای پدر جان بگوی دیگر نمی آبیش. می خواهی جای تنهایی باشی یک فریاد کنی تا اینکه درون سینت خالی شود، چون اینجا هم پیدا نمی کنی. برادری عزیز و بزرگوار به قدر پدر و مادر برس. برادری عزیز و بزرگوار به قدر برادر برس، به قدر یار و دوست برس، آخر جدا می شوی. چی نوعی که امروز از رمضان جدا شده ای ساده ای، روز از این عزیزها جدا می شوی. اگر تو نروی حتما اونها از تو می روند و جدا می شوند. یک عمر از این بی پرواگی و بی احترامی می سوزانند تو را. یک عمر از فراق از داغ شو می سوزی برادری عزیز و بزرگوار. و آخر جبرئیل علیه السلام گفتند و عمل ما شئت فانک مجزی به. عمل کن، هر کاری میخوای برادری عزیز بکن، ایرا فراموش نکن که آخر از این کردار جزا میبینی. اگر عملی خوب باشه با سر بلند، با آب و رو، با عزت و با حرمت نزد پروردگار میروی.